هستیم. کلام آخر تازه ترین فیلم مسلم منصوری، نویسنده و کارگردان ایرانی مقیم لس آنجلسه. مستندی درباره احمد شاملو، شاعر و نویسنده بزرگ ایران که در سال 1379 دیده از جهان فرو بست. کلام آخر فیلمی 55 دقیقه‌ای است که همراه با زیرنویس انگلیسی تهیه شده و لحظاتی از زندگی احمد شاملو رو به تصویر میکشه. این مستند تاکنون در جشنواره‌های تیبران آمریکا، هنر در تبعید فرانسه، خانه هنر سوئد و چند جشنواره دیگر به نمایش درآمده. آقای مسلم منصوری، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه در شهر لس آنجلس با ما همراه هستید. من سلام میگم به شما و بینندگان این برنامه. آقای منصوری، شما چندی پیش فیلم مستند دیگری رو درباره احمد شاملو ساختید. انگیزه شما از ساخت فیلم دیگری در این رابطه چه بود؟ فیلم کلام آخر که چندی پیش تموم شده. بله، من زمانی که می‌خواستم از شاملو فیلم بسازم و شاملو قبول کرد که ازش فیلم بگیرم، ابتدا طرحی داشتم که یه سفری از تهران به سمت خونه شاملو در فردیس کرج آغاز میشد. در مسیر را بخشی از وضعیت زندگی مردم به تصویر کشیده میشد. میرسیدیم منزل شاملو و راجع به زندگی و آثارش و همچنین راجع به ادبیات معاصر و نقش اون در مسائل اجتماعی صحبت میکرد. ولی زمانی که شاملو قبول کرد ازش فیلم بگیرم، زمان خوبی نبود، به این دلیل که شاملو به شدت بیمار بود و آمادگی لازم رو برای این کار نداشت. در نتیجه من نتونستم بر اساس طرح خودم جلو برم و در فرصت‌های مختلف که پیش می اومد سعی می‌کردم فقط از شاملو فیلم بگیرم. از طرف دیگه هم خب تو اون شرایط علاوه مالی هم خیلی محدود بودم و نمیتونستم وسایلی که لازم بود کرایه کنم. ناچار بودم همیشه با یه دوربین برم و این با توجه به این شرایط و مجموعه شرایط موجود و امکانات هرچی پیش می اومد فیلم می گرفتم. بعد در طی 2 سال تقریبا فیلم برداری طول کشید. دلیلش هم این بود که شاملو همیشه مریض بود، یا در بیمارستان بستری بود یا در خانه بستری بود و فاصله زیادی بین جلسات فیلم برداری اتفاق می افتاد. ولی به هر حال در طی 2 سال نزدیک به 14 ساعت فیلم برداری کردم و حدود 11 سال پیش فیلمی ادیت کردم در ایران به نام شاملو شاعر آزادی. و خب بعد از اون خیلی بخش فیلمایی که از شاملو به نمایش در نیومده بود و پخش نشده بود و من این متریالا رو داشتم تا اینکه اخیراً فیلم دیگه ادیت کردم به نام کلام آخر که در حقیقت قسمت دوم اون فیلمه. این فیلم کلام آخر که تازه ترین مستند شما درباره شاملو هست، چه تفاوت‌هایی با فیلم پیشین داره؟ به عبارتی محور داستانی این مستند چیه آقای منصوری؟ فیلم شاملو شاعر آزادی بیشتر در اون فیلم قصد بر این بود که جنبه گوناگونی که شاملو کار کرده تو زمینه ترجمه، روزنامه‌نگاری و کاری که در ادبیات کودکان کرده و نقش اجتماعی شاملو، ابعاد گوناگون کارش بررسی بشه. به همین دلیل هم با تعدادی از دستاندرکاران سینما و ادبیات صحبت کردم در اون فیلم که راجب کارهای شاملو توضیح میدن. ولی در این فیلم بیشتر قصد بر این بود که فیلم متمرکز باشه رو خود شاملو و اشعار شاملو. من تا لحظاتی دیگه از همکارانم خواهش میکنم بخش‌هایی از این فیلم مستند رو که شما برای ما فرستادید پخش بکنیم، ولی پیش از اون توضیح مشخصی در رابطه با این بخش دارید برای بینندگان ما؟ این بخشی که الان پخش میشه خب بخش کوتاهی از فیلم کلام آخر. هیچ تنظیم و تدوینش توضیح مشخصی داره؟ چگونه صحنه ها رو کنار هم قرار دادید؟ در رابطه با خود همین بخش که چند دقیقه که پخش میشه، نه، چند دقیقه که از بخشی از کلیت اون فیلم برداشته شده. بسیار عالی. یک نمونه ای از فیلم کلام آخر. نمونه ای از فیلم. خب این رو میبینیم، بعد من پرسش هایی دارم، بعد از دیدن این قسمت اون رو با شما در میون میذارم. خواهش میکنم. آنکه هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدی است که با چراغ آمده. خب همه به شما به عنوان یک شاعر اجتماعی نگاه میکنن.
این شکل الهامی که شما میگین خب این به جای خودش محفوظ یک واقعیتی رو داریم برای ما تعریف میکنیم، ولی شعر شما خیلی اجتماعیه. خب به هر حال تجربه اجتماعی اون که گفتگو نداره، به هر حال تجربه اجتماعیه، ولی اینکه این تجربه اجتماعی چطور تبدیل میشه به یک موضوع شعری و به صورت یک شعر عرضه میشه، خب این برای خود منم مسئله است. بر کدام جنازه زار میزند این ساز، بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان، در کدام غار بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان. بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاه شکوفه بس تلخ است. زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گورخانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. به عنوان کریتیک اجتماعی خب یه جایی این چیز رو به من، این اسم رو بندی گذاشتن، ولی کریتیک اجتماعی که نتونه دهن باز کنه چه جور کریتیک اجتماعی، چه جور منتقد اجتماعی هست دیگه. همه چیزمون باید به هم دیگه یه دست باشه. با این همه ای قلب در بدر از یاد مبر، که ما من و تو عشق را رعایت کرده ایم. از یاد مبر که ما من و تو انسان را رعایت کرده ایم. خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود. جالبی قضیه همینه که میگی مثلا چاپ بشه نشه ولی با همونا پیگیر کار میکنین. پیگیری نیست، بوز کلفتیه. لغت چه عوضی بکاریم. بوستم کلفته و از رو نمیرم. شاملو شعرش خودشه، یعنی زندگی شاملو رو نمیشه گفت زندگی شاملو و شعر شاملو، این دوتا یکی. حتی شاملو تو عاشقانه ترین شعراش باز اجتماعی ترین شعراش. عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.